بشین. باشه بشین. دسته اول بیخیالا، اینا به کیفشون هم حسابمون نمیکنن. خانم ببخشید این جلسه باید چیکار کنیم؟ هر جلسه چیکار میکنی؟ هر جلسه که هنوز اوله. خانم میخوابی. بکپین پس. تو خوشحالی مدرسه باز شده. تو خوشحالی مدرسه باز شده. آره پر در آوردم. اسکول هر جلسه 4 تا امتحان میگیرم. عقده‌ای و بد اخلاق. عموما معلم درس چرت و پرتن. یه بار سر کلاسم غیبت کنی مردودت میکنم کلا بری محشی واسه خودت. به پشمم یه کار کردم شهریور راد ندادن معنی پشم خوب میفهمی. درس مهمیه. کار و فناوری اسمشو ترینی نمیگشه. یعنی خاک بر سر حول یکتون کنن. بو گلار پایین تنتون تا اینجا میاد. یکی و پسرا خوب میفهمن. بو وایتکس کل کلاس برداشته. ببخشید مدرسه دخترانه بغلی کی تعطیل میشه؟ یک بار دیگه وسط حرفای من زر زدی یه کاری میکنم از دارا تبدیل شی به سال. ادامه تحصیلاتو همون مدرسه بغلی بدی که خیلی دوستش داری. گوه خوردیم آقا. آفرین پسرم، حواست به خودت باشه. این بوی کثافتتونم جمع کنین. اون دنیا اینجوری نیستا. بعد میپیچن سرش از همونجا ویزونتون. البته با این وضعیتی که شما دارین دیگه چیزی واسهتون نمونده. تشی هست خورما. یه خورده آدم باشید. اینا کلا خستن میدونین خسته. به نام خداوند بخشنده مهر. خب کتاب امسالم به پایان رسید. از کلی کتاب امتحان میگیرم فردا. خدا نگهدار. لاشی شما ترین کلاس گشتین که تا حالا داشتم. خب بچه ها تابستون چی کارا کردین؟ اینا هم که قراره انقدر ازتون سوال پرسن که مغزتون رو به سایش بدن. خوردیم خوابیدیم. دیدیم عزیز ما همش مسافرت بودیم. این عزیزم کجا؟ با بدبختی از اینستا یوتیوب، از یوتیوب به توییتر و تلگرام توپ داره که نت‌ها رو ضعیف کرد. اینا دیگه کیان؟ مامان بیا دنبالم، من از اینجا بدم میاد. مگه تابستون چی کارا کردی؟ کل روزا تو اتاقم پلاشیدم ولی بازم بهتره. مدرسه واقعا مزخرفه. چرا اون وقت؟ چون مدرسه داره مایو میکشه. یعنی چی؟ خب کتابای درسی از چی درست شدن؟ کاغذ از چی درست شده؟ از درخت‌ها. بعد اکسیژن از کجا میاد؟ بازم از درخت‌ها. ما برای نفس به اکسیژن نیاز داریم. پس مدرسه داره مایو میکشه. های خانمم چرا دیر کردی؟ چون راهرو مثل سگ سلوغه. همه مثل اسب همدیگر هول میدن. 2 ساعت دنبال کلاست بالا پایین کردم. هیچ کسم نبود کمکم کنه. هی میگفتم بایا چپ بایا راست. باشه این بارو بشی. یا اکثر امامزاده ها این چرا این ریختیه؟ خب کرونا هنوز تموم نشده. دروغ میگه خانم دماغش کنده. دهانتو ببند. سر کلاس من جای خواب نیست. بله میگم این 3 ماه چیکارا کردی؟ خوابیدیم. یعنی از مکانای تفریحی کجاها رو دیدی؟ خوابشونو دیدی. سلام. خب دیگه تشریف فرما نمیشدیم. مامانمون داشت به 85 لبش سامورایی ازمون عکس روز اولی میگرفت. مامی جون موسی اولین قدمت به کلاست دوربین بفرست.